حضرت بزرگ. این صاحب بی‌انصاف و ستمکار ما حتی تو طویله هم برای ما راحتی نذاشت. آره یه نگاه به دور و برتون بندازین، حتی یه لقمه کاه و یونجه هم پیدا نمیشه. نگاه هیچی نیست. خوب سر و صدایی را بندازیم تا بیاد و یه فکری به حالمون بکنه. نه این کارو نکن. مگه یادت رفته اون دفعه با همون چی کار کرد؟ حروم میشی یا نه؟ قدر میکنی ازش میخواهم ببرم. من که دیگه حاضر نیستم از اون چوب و ترکه ها نوش جون کن. خیلی درد داشت. پس چی کار کنی؟ خدا خودش سزای این مرد ستمکار رو بده. چند روزیه که صاحب ستمکارمون دنبالمون نمیاد. آره منم متوجه شدم، ولی چرا؟ دیروز که از تو حیات رد می شدم دیدم مریض افتاده تو رخت خواب. یعنی اینقدر مریضه؟ آره خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. آخرین قدر آروم باش، هممون رفتنی. خدا بیاد. رحمت شما را برمت کنم. آقای فروشی دارم، سر حال جوان بیاین بخرید. آقای فروشی دارم، بیاین از این آقا بخرید. آقای فروشی آقا اولاق بدم. اولاق بخرین آقا. اولاقای سرحالی هم پشیمون نمیشین، ببرین یکیشو حداقل بخرید. خسته نباشی برادر، حیوانای خوبی هم. این زبون بسته ها رو به چند سکه میفروشی؟ هر کدومو به یه سکه میفروشم، چون صاحبشون از دنیا رفته و با فروش اینا میخوایم پولی برای خانوادش فراهم کنیم. قیمتشون مناسبه برادر، بخریم پشیمون نمیشیم. باشه یکیشونو میخرم. خدا رفتگانتون رو بیامرزه. ممنون.
هر کدومو میخوایم برداریم. بیا این صاحب جدید چقدر سبکه، چقدر مهربونه. ای کاش همیشه پیش همین مرد بمونم، اصلا منو نمیزنه. خدایا تو مهربان‌ترین مهربانان. خدایا از من کسی یا موجودی آزار نخواهد رسید، چرا که همه مخلوقات تو هستند و همه دست داشت. بفرمایید. ممنون. بفرمایید پدرجان. خدا خیرت بده. چه میوه‌های خوبی. شما هم بفرمایید. ممنون. این خوراکی ها رو تناول کنید و خدای مهربان رو سپاس گویید. من فقط واسطه بیش نیستم. خدا خیرت بده جان. خدا مال تو زیاد کنه. از بزرگی کرد. خیلی ممنون. خدا حافظت باشه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خدایا چگونه این مردگان که اکنون به خاک تبدیل شدند دوباره زنده می شوند؟ چطور این استخوان‌های پوسیده بدنهای سالم خواهند شد؟ میخواهم بدانم، میخواهم باور کنم و ایمانم راسختر شود.
ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هیچ کس بر قدرت ما پیشی نتوان گرفت تا شما را فانی کرده و خلقی دیگر مثل شما بیاوریم و شما را در جایی که از آن بیخبرید آفرینشی دوباره بخشیم و از نشأه اول خود آگاه شوید. پس چرا متذکر عالم آخرت نمی شوید؟ و اراده خداوند بر این شد تا عزیر که 100 سال از مرگش می گذشت دوباره به زندگی بازگردد. ای عزیر، چه مدت اینجا بودی؟ گمان میکنم 1 روز و شاید کمتر اینجا بوده باشد. نه، تو 100 سال است اینجا. به قضا و آمد نگاه کن. سر جایشان هست. ها به خرت نگاه کن. وای خدای من، ما می‌خواهیم تو را برای مردم عبرتی قرار دهیم. خدایا بزرگیت را شکر. خدایا توانمندیت را نشانم دادی، ایمانم را دوچندان کردی. حالا نوبت من است که نشانی از قدرت تو باشم و پندی برای دیگران. خدایا شکرت، خدایا شکرت که این لیاقت را نصیب من کرد. خدایا تو را سپاس گذارم، خدایا تو را سپاس گذارم که نعمت را بر من تمام کردی و مرا برگزیده و راهنمای خلق خویش قرار دادی. خدایا باشد که عبرتی باشم برای دیگر. خدایا شکرت. حضرت عزیر بعد از 100 سال دوباره زنده شد و به شهرش بازگشت تا برای مردم نشانه‌ای از قدرت خدای بزرگ باشد. خدایا
بی نشانه نیز می‌دانیم که همه چیز از آن توست.